به نام خدا. سلام. به نظر شما نوجوانای امروز به آموختن احکام شرعی چطوری نگاه میکنن؟ یادگیری احکام رو سخت و دشوار میبینن یا ساده و راحت مثل آب خوردن؟ اگه یه نوجوان از شما یه روش جذاب و راحت درخواست کنه، چه روشی رو بهش پیشنهاد میدین؟ یه پیشنهاد متفاوت میتونه مجموعه 2 امتحان باشه. 2 امتحان از یه زاویه جدید به آموزش احکام پرداخته. این نگاه نو سبب شده که یادگیری احکام شرعی از طریق خوندن این کتاب کلی جذابیت پیدا کنه. میپرسین چطوری؟ در ادامه خواهیم دید. این مجموعه 5 جلدی یه داستان طنز دنباله داره که خواننده با پیگیری اون احکام رو یاد میگیره. بابک و امیر شخصیت‌های اصلی داستان هستن. این دوتا کنار شخصیت‌های دیگه مثل مهندس نصیری، هوشنگ سیبیل چخماقی، پسرعمو مراد، عمو کریم و بقیه شخصیت‌ها فضایی رو شکل میدن که خواننده رو درگیر ماجراهای شیرین کتاب میکنه. در طول این مسیر دلپذیر خواننده با احکام شرعی که در تار و پود داستان تنیده شده روبرو میشه. 2 امتحان علاوه بر آموزش احکام تلاش کرده که به خواننده برای عمل به احکام شرعی انگیزه ببخشه. برای همین با همون سبک خاص خودش به حکمت و چرایی بعضی از احکام و آثار بعضی از عبادت‌ها هم پرداخته. اگرچه مخاطب اصلی مجموعه کتاب 2 امتحان بیشتر نوجوانا هستند، اما راستشو بخواید این کتاب منبعی مطمئن و مناسب برای همه علاقه‌مندای یادگیری احکام شرعی و حسابی به دردشون میخوره. اسم جلد اول 2 امتحان نقشه جاسوسه که تو اون احکام تقلید، نجاسات و طهارت، آموزش وضو و غسل و چند تا موضوع کاربردی دیگه قرار گرفته. عنوان جلد دوم 2 امتحان ماجرای فیل دسته که تو اون مبطلات نماز، احکام شکیات و لباس و مکان نمازگزار و احکام تیمم و چند تا موضوع دیگه آموزش داده میشه. جلد سوم که اسمش عمو پول داره، احکامی مثل نماز جماعت، نماز آیات، احکام غذا خوردن و احکام روزه و چرای اون رو به خواننده آموزش میده. جلد 4 با نام کنسرو مهندس به بحث حضور قلب در نماز میپردازه و در کنار اون با مطرح کردن موضوعاتی مثل چرایی خمس و آثار نماز کلی مطالب سودمند در زمینه احکام شرعی و اعتقادی رو به خواننده تقدیم میکنه. و در نهایت جلد 5 با نام وحشت در خوابگاه، احکامی مثل قرض دادن، موسیقی، مال پیدا شده و مواردی از این دست رو به مخاطب آموزش میده. تمام داستانای این 5 جلد به صورت صوتی توسط گویندگان حرفه‌ای اجرا شده و به سادگی از طریق اسکن QR کدها هر داستان در دسترس عزیزان خواننده قرار داره. در کنار همه اینها کلی تمرین متنوع همراه با تصویرهای جذاب هم در متن کتاب گنجونده شده که به جا افتادن بهتر مطالب کمک میکنه. لازمه بدونین که جلد اول این مجموعه در 17مین جشنواره کتاب رشد در سال 1398 در بخش بینش اسلامی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب و به رتبه اول دست پیدا کرد. و به همین خاطر هم از وزارت آموزش و پرورش مجوز تدریس در مدارس کشور رو در بالاترین سطح به دست آورد. اگر شما هم دوست دارین احکام شرعی رو با روشی جدید، آسون و خلاقانه مرور کنین، وقتشه که با ماجراهای 2 امتحان همراه بشین. منتظر نگاه‌های گرمتون هستیم.